اون وقت من بهت میگم ترس و وحشت تو اون اون روحانیت محترم ما که شعار احترام به عقاید صرفاً برای فریب من و توه. اینها تا قدرت ندارند گولت میزنن، عقاید مختلف، سبک زندگی جدید، همه کنار هم، اما به محض اینکه بر ما مسلط بشوند تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست. میخواست دشمن بر این جامعه مسلط بشه، میخواست مختار رو از سر راه برداره. چیکار کرد؟ استفاده کرد از شعار به ظاهر زیبای احترام به عقاید، یاران مختار رو فریب داد. ما با شما مشکل نداریم، ما میخوایم یک سبک زندگی جدید بدون مختار داشته باشیم. الیاس حضرتی داره میگه سبک زندگی جدید دقیقاً حربه‌ای بود که دشمن استفاده کرد برای تسلط بر اون جامعه. ما با این مختار تندرو افراطی جنگ طلب مشکل داریم. مختار رو برمیداریم، فردای بعد از مختار یک سبک زندگی جدید، همه در کنار هم. لذا ما که حمله کردیم در برابر ما مقاومت نکنید. آجا دیوانه ها، از جان تنصیر شده اید. کنار دل به دریای نیزه و شمشیر زدن جهاد نیست، خودکشی است. هر کس خفت زنده ماندن در سایه خوکان را و شرافت مردان مردن ترجیح میدهد بماند. از مختار شنیدم که فردا در کشتاری بزرگ گردن تک تکتان را خواهند زد. به زودی پشیمان میشوید که چرا به حرف امیرتان گوش نکرده و به وعده دروغین تسلیم شدید. احمق‌ها فریب خوردن، دست از مقاومت، دست از امر به معروف و نهی از منکر برداشتن و اونها با کمترین زحمت بر اون جامعه مسلط شدن. تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست. این ذات این جماعته. اینهایی که امثال الیاس حضرتی امروز داره ازشون دفاع میکنه، اسمش رو میگذاره سبک زندگی جدید. این سبک زندگی جدید نیست، این توحش مدرن نیست که قطعاً ایران ما رو به قتلگاهی برای مؤمنین تبدیل خواهد کرد. دلم میخواد بکشمشون با دست خودم، دلم میخواد خونشون رو بخورم. بعضیا به من میگن چطور میتونی این فکر کنی که خون کسی رو بخوری؟ میگم فکر کن من هند جگر خورم، فکر کن من هند جگر خورم، اصلا برام مهم نیست. سبک زندگی بالاخره دیگه، یکی شربت میخوره یکی خون میخوره. تا آخوند کشی شروع نشه ایران ما آزاد نشه. اون کسی که میخواد خودشو بکشه بره اول یه آخوند بکشه. اینها رو باید ترسون. 50 تا آخوند بالای تیر چراغ برق